رهبان در جستجوی جوابهای عمیق‌تر در زندگی بود. او به دنبال معنا و رازهای پنهان می‌گشت. روزی به یک مزرعه دورافتاده رسید. مزرعه‌ای که در آن همه چیز به نظر عادی می‌آمد. رهبان به مزرعه نزدیک شد و با چشمانی غرق تعجب نگاه کرد. در آنجا یک پیرمرد داشت در زمین‌هایش کار می‌کرد. او گندم می‌کاشت، گوسفندها را پرورش می‌داد و درختان میوه را آبیاری می‌کرد. رهبان به مرد پیر نزدیک شد و از او پرسید: آقا، آیا شما اینجا را به عنوان یک مزرعه معمولی می‌بینید؟ مرد پیر با لبخندی به رهبان نگاه کرد و گفت: نه، اینجا مزرعه‌ای نیست. اینجا جهان نهان است. رهبان به حیرت افتاد. جهان نهان؟ سوال کرد چه معنایی دارد؟ مرد پیر چشمانش را به آسمان انداخت و گفت: در این مزرعه هر چیزی بیش از آنچه به نظر می آید دارای معناست. گندمی که می روید نه تنها نانی بلکه نمادی از زندگی و رشد است. گوسفندها نه تنها گوشتی برای خوردن بلکه نمایانگر صداقت و وفاداری هستند. و درختان میوه‌ای را که آبیاری می‌کنم نه تنها میوه‌های خوشمزه‌ای را می‌دهند بلکه نمادی از امید و آینده بهتر هستند. رهبان با تعجب گفت: پس چرا این مزرعه را جهان نهان می‌نامید؟ مرد پیر با لبخندی گفت: چون در اینجا همه چیز بیش از آنچه به نظر می‌آید معنا دارد. اینجا جهانی است که تنها دل‌های باز می‌توانند آن را ببینند. رهبان به فکر افتاد و به مزرعه نگاه کرد. او در آن لحظه فهمید که جهان نهان واقعاً در همین مزرعه ساده وجود دارد.